بریم ترون. خب بچه ما داشتیم میرفتیم که یهو دیدیم برف اومده اینجا. حالا الان ویدیو کار میکنم، دوباره رسیدیم به برفا میگیرم براتون. بچه نگاه کنین این برفا هستا که مونده. بچه نگاه کنین، بذارین شیشه رو بکشم پایین. نگاه کنین اینا برف هست. آره معلومه. بچه نگاه کنین اینجا رو، هنوز برفا مونده. چقدر زیاده. بچه نگاه کنین همه اینجا برفه. چه برفی اومده، پشمام. بچه نگاه کنین بده بابا جون برفگیر میشیم. بچه برفا رو نگاه کنین اینجا. بابا نشست بیزودی. اما لیز میخوریم اما رسیمن بابا خطرناکه. من اصلا تو برف اینجا وای نمیستم. نمک هم داریم. من نداریم. نمک داریم. بچه نگاه کنین برف همین الان نشست. اینا داره برف هم میاد. حالا تو راه ادامه شو میگیرم. نرو دور نرو. چاکرتیم آجی. بچه اومدیم تو جاده، نگاه چه برفی اومده. همین الان نشسته اینجا، همش خاک بود. همین الان برف گرفت. اینم برفش داره میخوره تو شیشه برفا. اینجا هم برف نشسته. یه ذره پیاده شدیم، یه ذره برف زدیم به هم و اینا. حالا دوباره جلوتر که رسیدیم باز براتون ویدیو میگیرم. بچه اومدیم پمپ بنزین واسه نگاه کنیم چرا کسی نه ماشینه. خب بچه ما الان یه ساعت دیگه مونده، یه 2 ساعت دیگه مونده برسیم تهرون. امروز چهارشنبه، دیروز که شب بود 11 رسیدیم اصفهان. یه جا وایسادیم استراحت کردیم، موام خوب شده. وایسادیم استراحت کردیم، کارا رو کردیم و اینا، خوابیدیم. صبح پا شدیم. از اونجایی که اومدم برفا رو بهتون نشون دادم، از اونجا دیگه چیز شد دیگه، فرداش بود. یعنی فردای دیروز برای شما 1 ثانیه گذشت، برای ما خیلی گذشت. خب حالا اومدیم پمپ بنزین بزنیم و اینا تا بچه نگاه کنین بارون قطع شده. هم بارون بود، اولش برف بود تبدیل شد به بارون، بعد بارون قطع شد. آره دیگه همینجا برفی بود، آب شد. حالا بریم تا ادامه مسیر رو با هم دیگه داشته باشیم. بچه نیروگاه نگاه کنین چقدر پنل خورشیدی هست. بچه این الان ما تو قرمزیم، اینجوریه، بعد اینجا سیاه میشه. بچه از سیاه در اومدیم، یه راه دیگه بهمون داد ولی هنوز ترافیک. بچه ما رسیدیم تهرون. این اتاق، البته من تو این اتاق نمیمونم، میرم پیش بابا بزرگ اینا. اینم هتل دیگه. حالا تا فردا باز پیش ما باشین. خداحافظ. البته برای امروز.
خب بچه امروز الان فرداست، نمیدونم چجوری توضیح بدم. الان میخوایم بریم عروسی با هم، بریم با هم دیگه. آره اوکیه. خب اینا بچه با این ونه میریم، اومدن دنبالمون. حالا بذاریم بقیه آماده شن بریم تو ون بریم. برای کسایی هم که نمیدونن بذارین قطع کنم اونوری کنم. اومدیم هتل هرمز، اینم خواهر اسکلمونه، انگار عروسی ایشونه. خب بچه نگاه کنین اومدیم اینجا. بعد بچه رفتم تو اینشات، بهترین کیفیتی که میشد برای این ویدیو انتخاب کرد 2K بود و گرفتم 2K. الان میزنم اوکی میکنم براتون تا بریم برای عروسی. خب اومدن دیگه، ما بریم سوار ون بشیم، تو راه هم براتون ویدیو میگیرم. بچه ها به بدبختی یه جا گیر آوردم ویدیو بگیرم. بچه اومدیم الان تو تالار عروسی، براتون الان از یه گوشه فیلم میگیرم. یکی اومدن کنار دستم رد شد، سری ویدیو رو قطع کردم. نمیدونم صدای من خوب بشنوین یا نه، ولی خب همینی که هست. بچه های تالار عروسی، اینجا هم یه دونه چیزه، اون هم اونجا. آقا اینجا هم چیزه، اینجا هم که چیزه، باید سریع دریم از اینجا. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بریم ادامه عروسی رو تو بهتون نشون میدم. فعلا زر میخوان بیرون بشینن، بعد میبرنمون تو. الان خیلی سرده بچه ها، الان گفتم خیلی سرده. من بیام تو نور وایسم. اینجا هم که نگاه کنی، بذاریم برم رو چیزش، امیدوارم که نشکنه. فقط من ویدیو رو استوب کنم. بچه ها نگاه کنی اومدم این طرف، اینجوریه. اینجا میخواستم از اینجا برم، از اینجا براتون فیلم بگیرم. خیلی شله. رفتیم تو ادامه رو میگیرم، با من همراه باشید. شو بریم، به بدبختی داریم وارد تالار میشیم. الان استوب کنم. بچه ها زده بود ورود بالون، ولی اینجا همه مردن. بابا رفتی؟ بچه نگاه کنیم اینجا رو بذاریم اینجا زوم کنم. بچه اینو نگاه چه بزرگی. بچه همین الان یه نگهبان از کنارم رد شد. بقیه ویدیو رو داشته باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله رو حال بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم بتونید بیاین ببینید. حالا من قطع میکنم. خداحافظ. بچه اومدم دستشویش رو ببینم که با این مواجه شدم. بچه ها تونستم بیام وسط اینجا ویدیو بگیرم. نگاه کنم اینجا همه هست. بریم تو ادامه. بچه ها نگاه کنین اینجا رو، خیلی باحاله. تمام شد.
خدافظ تا یه ویدیوی دیگه.